درود بر شما بینندگان عزیز، مخلصان برنامه لذیذ با علاءالدین. امروز در مهمانی ما یکی از جوانان، یکی از مردان فرهنگ دوست، فرهنگ پرور، وطن سرا، آهنگساز، شاعر، رسام، مطرب، بسیار برادری دوست داشتنی ما جعفر جان جلال. حضور خوش آمدید به برنامه ما که وقت پیدا کردید. جعفر جان آمدید. سپاسگزارم. سرمان به مثل شما با آسمان رسید. سپاسگزارم از دعوت. درود و مهر بر بینندگان عزیز تلویزیونی سفینه. بله سلامت باشید. باز یک همیشه خوش روز کامیاب باشید با علاءالدین جان. خوش آمدید جعفر جان و فرصت پیدا کردید. میدونم بسیار یک در همیشه در جستجوی ایجادی هستی، کارهای ایجادی هستی، گاه در ثبت ها، در یک ایجاد کردن آهنگی نو و من باز یک نوشتن یک مصرع‌های نو. جعفر جان در برابر آهنگساز بودنش، مطرب بودنش شاعر است. علی با پورگش با علی ادب. نه بعضا نویسم اما شاید که برای کسی پسند است، برای کسی نه، اما در مجموع بعضی آهنگ‌هایی که ایجاد کردیم و شعر و مردم پسند آمد. سلامت باشید. خوش پرچم ننگ نامی بله. ما، آیت خودشناسی. آیت خودشناسی بله. و بسیار یک ترانه، یک آهنگ، یک سرود، یکی یک مثل گیم بله گیمی پرچمی بله بسیار و همیشه در هر یک روزهای پرچم این صدا میتید در هر یک گوشه، در یک مناطق مثال کشوری ما بسیار در دیله های مردم جا شده است. خوش جعفر جان، ما امروز کدام نمودی خوراک را تیار میکنیم؟ خوراک بهانه و صحبت ما باز غنیمت است. در خانه تنها گفتن که پدر تو چی تیار میکنی؟ همه حالی در حالتی که چی تیار میکرده باشد. بله. یکان چیز یک طعامی تیار میکنم که یک مثلا 15-20 سال پیش وقتی که تابستان میشید کودک‌ها میرفتن از شهر بیرون، خودم تنها و تیار میکردم برای خودم، برای یگان دوستان. اما یک مرتبه تیار کردم، یکی از دوستانم سالها گذشت بعد پرسید که همون یک چیزی پخته کردی تا حالی مزهش از دهانم نرفته است. گفتم چی باشه؟ بله همون طعامی با لذتی که در خاطره ها مونده است میخواهم همین روز تیار کنم. خیلی خوب خیلی خوب. و من دوستان عزیز خاطر رسام میکنم که ما هم دوست هستیم، هم سبق هستیم و از دست جعفر بارها من چای نوشیدگم و طعام خوردگم و در آینده می نشم و نوشی جان میکنیم. خوش که باشد مرحمت برای این به ما در کار میشد. البته تخم، حسیب، پمیدور، قرنفل بلغاری و سبزیجات و پیاز. خوش اول یک چی لازم ظرفی که ما داریم تیار کنیم. خوش من این است، من میشود. بله. ما چند نمونده داریم. این است خوش. این جوی بله. جعفر جان بعد از این گرم می شود ما چیکار میکنیم؟ دویم حالی اول روغن لازم است. روغن آماده است. این روغن بر وقت نیست روغن ولی که میتونید نه اول روغن. خوش من به هر حال تخته چای تیار میکنم. چگونه اینا؟ خوش ریختم میگیریم. اگر خود برای تست ریختش من نشم میکشم. آن جعفر جان. خوش این روغن است. روغنی رستنی. خوش کمی زیادتر روغن. بس. خوش این روغن است. خوش تختم کارد ها تیارم. کارد تیز از شما. کاردی اونقدر تیز نه از من. خوش پیاز داریم جعفر جان. اول پیاز. یک پیاز از شما، یک پیاز از من. این پیاز کلاش پیاز شما گیرین. هر کس داریم. خوش پیاز رو میده میکنیم جعفر جان. چخیل پیاز رو در شکلی یادم رفت از هازی میبینیم. میشود که در شکل دراز مثلا میرخه باریکتر با فکر ما کمتر. کمی باریکتر. خوش جعفر جان ما این خوراک در بین دوستان تیار میکردیم. بله. و خودت وقتی که گاگو برای
برای خودم برای خودت این تستر تیار میشه نه به فکر من خیلی خیلی جعفر جان. اما شما رو که دوست می‌دارن و بینید به نزدیکی در شهر باختر شما هنرنمایی کردید تمام تالار به شوق اومد همه از جاشون خیز در ترانه‌های که به واسه وطن بود و بله. وقتی که سرودهای عاشقانه خواندید همه برابر در صحنه رقص میکردن گروه رقصی و اینقدر مردم شما رو میپسندن و دوست می‌دارن خوش از کدام سالهای کودکی کی محبت در دلتون پیدا شد به صنعت به فرهنگ به ترانه خوانی به عموما شما ختم کننده ای دانشکده فرهنگ و صنعت شعبه اکتیاری درام و کینو می‌داشتید و از باختر سخن کردید در شهر باختر خیلی در سطح عالی بود همین نمایش نامه هنری برای من خیلی خاطرمان بود و فراموش نشونده بله بله و وقتی که چقدر با صمیمیت مردم از جای برخیست همه افسران چقدر اشک ریختن این یعنی که از دوستداری نسبت به میهن به وطن به وطن به مادر است بله و برای در راه هنر اصلا از خوردی دوست می داشتم هنر را کی دوست می دارد خورد بودم میرفتم به سینما نمیرفتم مرا می بردن میرفتم از آن طرف مرا پشتواره می آوردن من همیشه خاطر هستم میگم جعفر در یکی از نایه زیبای ما نایه بسیار باستانی نایه که یک لانه هنرمندان است بله. و نایه فرخار به دنیا آمدن و ما که زود مهمانی جعفر اینو میشنیم و بدونید که عروسیشون هم در آنجا بودیم و در حقیقت خانه جعفر یک 50-100 متر خود دور نیست تو سینما بله یک تالار سینما یعنی اونجا قدر 150-200 متر است بله اونجا و اونجا مو این کمی آتش باید پستر شد من پستر میکنم پسترش میکنم راضی جعفر که آتش نگیره اما من پسترش میکنم انا تقریبا 3 میمونم ولی بعد بلندترش میکنیم خوش از یک در کنارش مونیم میتونیم چیکنیم خوش جعفر من از دوست می داشتم فیلم های هندویی وقتی کودک بودم می بردن از خودم نیست که چگونه خانه می آوردن پشتواره بدتر همین در مکتب موسیقی هم چند وقت تحصیل کردم اما با وجودی که خیلی کودک بودم کودک‌ها خیلی باید تحت نظارتی مخصوص باشن مادرم میرفت به کارخانه در سواد کار میکردن دیگر ما در خانه ما خوردی بودیم با دادرچم دیگر میرفتیم آبازی میرفتیم سینما میرفتیم فراموش میشید درس رفتن اما درسی مکتبی میانه حتما میرفتیم و هیچگاه دیرم نمیموندم و تا جای خوب هم تحصیل کردیم بله دیگه دوست می‌داشتم میرفتم زیاد برنامه‌های هنری اصلا من قریب که تمامی هنرمندانی هم اتحاد شوروی و هم سرزمین خودم رو از نزدیک دیدم بله در کودکی هم تالار سینما است هم قصر فرهنگ است نزدیک هم تئاتر خلقی هم سینما با سینمای تابستانه با سینمای کودکانه در هم مؤسسات فرهنگی در اطراف در محیطی همین فرهنگی بله میرفتم دوست می‌داشتم نمیدونم بعد بسیار با رسامی شوقمند بودم در مکتب رسامی هم خوندم در کودکی مکتب رسامی جای اول رو هم در تاجیکستان در بین کودکان گرفتم در مشعل تصویرم هست متاسفانه این مشعل رو کسی از من ربود نیست خونه در خانه پیداش نکردم بعدی سربازی آمدم همین که شوق داشتم رفتم آموزشگاه رسامی از همه خالی زیاد گرفتم 22 بال گرفتم اما یک زن بود در وزارت فرهنگ زنی خیلی زیبا و قد بلند یادم نیست نامش همین که منو دید گفت که تو باید هنرمند تئاتر سینما باشی من نمیگی بعد از 20 سال داشتم حربی اومدن بعد 20 سال داشتم گفت میخوای که تو هنرمند تئاتر یا سینما گفتم که میخوام اما من نمیتونم که در مسکو مثلا خیال میکردم تنها در مسکو میخونم
بعد که حالی من زنگ میزد این رو با خودش آورد وزارت فرهنگ در همون سال 85 و زنگ زد به دانشکده هنرهای زیبایی استاد سنگینوف بودم با فکرم گفتن که باز یک جوان روان میکنم شما ببینه که این چقدر برای سینما گویا تولد شده باشد رفتم و اما وقتی که در اومدم اودیتوریا اولین بار دیدم استاد ملیکا حلیم بیکم را دیدم معلم نگاهش اولین بار دیدم استاد احمد باباکلوف از نزدیک هیچ وقت ندیده بودم مثلا گلسره عبداللهی و همون روز یعنی که هم سبق هستم ممکن به نزدیک استاد ملیکا حلیم بیکم آمده باشن اون که یک جا تحصیل کردن که استاد گلرخسار هم بودن در همون اودیتوریا یادم من خیلی اما گلسره عبداللهی بودن بله و من همین یادم هست اون استاد همین ملیکا حلیم بیکم گفت که حتما همین در اومدم و گفتن که حجتاش از دستش گیر و معلمه سارا مظفرشاهی و چه زیبا همین خیلی زنی زیبا دختری زیبا دست همین یادم از دست گرفت با خودش برد تو همون اتاق کاریشان حجتهای من را قبول کردن همیشه معلمه هم میگم که هیچگاه یادم نمیره و راهگردیتان در همون راه رو همین خیلی شدیم دانشجوی سال اولی دانشکده هنرهای زیبایی سالی که خودمون سپاریدیم اما سال شما در سربازی بودیم بعد گشته اومدیم با یه جای خوندیم 285 نفر همگی 14 نفر بله خیلی جای یک نفر 30 نفر قریب بود و اینقدر من چون از سربازی بودم جعفر جان در حقیقت بینندگانی عزیزی اجازت هست؟ بله من جعفر رو برای خود یک به حیث یک هنرمندی بسیار جوانی بسیار فرهنگی یک جوانی بسیار یک زیایی رو برای خود کشف کردم برای جعفر چون که جعفر بسیار ادبیات رو خوب میدونست تاریخ رو خیلی خوب میدونست و این قدر در حقیقت نازکبینی تا امروز من رو خیلی میپسندم در پوشیدنی لباس در گفتگو ملایم در نسبت به همکورسان همسبقان به یک احترام خاصه من دوست می‌دارم همکورسای خود رو عزیزای خود رو همه رو همین جوان رو ما برای خود کشیدیم من اصلا نمیتوانم کسی را بد بینم اگر از حد زیاد نگذرانم بله و این نبینه که این روزا من از فرصت استفاده برده با اون معلمه عزیز گوهرشناس که میتونست البته رسام خلقی باشد لیکن از آنجا باز آورده به اکتیاری بخش اکتیاری دانشکده فرهنگ و صنعت سپردن توصیه دادن بسیار مینداری همون رو میرسونیم اظهار میکنیم بله تشکر کنیم سپاس از یک دوستی با ما استادای عزیز تقدیم نمودن وقتی که من سرود میخونم در پخش میکنم در فیسبوک یا که یگان چیز مینویسم نخستین استادم همون استادی نخستینم که من رو قبول کردن استاد ملیکا جورابیک و معلمه سارا مظفرشاهی و معلمه نگینه استاد عزیزی من مریم عیسایی و اولی شده معلمه جورابیک و از من چی میکند تبریک میگوید این برای من یک افتخار خیلی بزرگ است که وقتی استادی تو از تو چی میکند یعنی که به همون هنری تو بها میدهد میدونی من همیشه نزد استادانم همچون یک دانشجو تا هنوز هستم بعد که اینا به من سخنای نیک می نویسن و من گویا که از امتحان امتحان همون سال را سپاریدم شما چی؟ بله من فکر میکنم که ما همیشه در نزد استادانمون یک عمر میندار هستیم برای اونی که تربیت کردن دستگیری کردن حسیب رو فراموش نکنیم همه گپ درست لیکن حسیب رو باز من پوستش رو میگیرم بله شما حسیب رو من پیشنهاد میکنم کمی بلغاری رو میده کنم حتما فراموش کردم اینه باریکتر چه خیلی میگن جعفر هر خیلی که تو پسند
و یادم چون از ما از قسمی سربازی آمدیم و با همراه جعفر در آنجا تحصیل در یک خانه در یک خانه بله در یک خانه اقامت میکردیم. بارها از دست جعفر جان نانش را خوردم، چایش را خوردم و بسیار یک مهربانیش رو بسیار دیدم و نامش برای من نزدیک است که نام قبله‌گوی من هم از جعفر است. و من شاهد آن بودیم که اولین ترانه هایی که شما سراییده اید، اولین سرود هایی که شما سراییدین در دانشگاه بله بسیار ما چخیل هم در برابر کسب اکتیاری شما آهنگساز و آوازخوانی خیلی خوب شد و هر یک سرودتان با ما پسند. اولین شنونده های شما ما بودیم. بله اولین شنونده های من هم کورسونم هم تحصیلانم. نخستین سرودی که در دانشگاه خواندیم یادت باشد گلناره است. این ترانه اون چنان پسند بود که تمام دانشکده با این سرود را میخوان، هم با گیتار هم با اکاردیون همه در توی معرکه ها این سرود رو میشنم و خاطرم میکنم این کدام ترانه است. این ترانه این که یک کم ترش زمزمه کنیم که باید حالی که خیلی حالت هم خوب نیست گفتم. بله و من میتونم خاطر پریشانی گل من مگر از من پشیمان گل من همین است. بله چیه؟ این وقتی سال دومی تحصیل بود در سالینری اینا یک دوستی عزیزی ما هنرمندی محبوب و برای همیشه دوست داشتنی قربانجان خوندن. یعنی که گلناره بیلک مکرده پاره رحمی نما بر حالم تلقی مکن دوباره. دیگه همین آهنگ های دیگر من همیشه پیش نظر میام. امروز عکسای دانشجویم از پیش نظرم برآمدم، دیدم جعفر در نمایشنامه شب گرفتن ماه مستعی کریم در تهیه هنرپیشه خلقی تاجستان میرمی سای و نقشی دیوانه را می آفرد که اینو بر درجه بسیار بلند استاد هاشیم گدایف، استاد عبیدالله رجب آفریده بودند و جعفر جانم در سطح همونو در وقت دانشجویی اینقدر یک صمیمانه یادت است چه خیلی عجیب بودم این نقش. بله همین نقش خیلی مشکل و خیلی هم ماندگار را استاد مریم عیسایی و به من باور کردن. شاید تا جای توانستم که از عهده‌اش برایم و همین نقش را وقتی که آفریدم به من راحت دادن برای کار در تئاتری یکی از استاد لاهوتی. اون وقتا بسیار راه یافتن به هیئت ایجادی تئاتر لاهوتی بسیار مشکل بود. هر کس مشکل بود. از همین هم کورس‌ها هم تحصیل‌ها به من رخصت دادن، اجازه دادن در تئاتر و ملاحت و ساجیده. بله بسیار خوب بود که شما آمدین در این درگاه مقدس که همه شخصیت‌های بزرگ. بله تصور میکنید که شخصیت‌های بزرگی سطح جهانی. حالی من نمی‌پرسم محمد جان با استاد هاشم گدایی با استاد محمد جان. بله با اینا شما هم نشین و هم کار و هم کسب بودید در یک صحنه هنرنمایی می‌کرد. بزرگ. بله و عجیب بود که ما سال اولی که رفتیم برای ما مخصوص یک دراما یک پیس نوشتن حجوی کمدی. استاد محکم حاجی خوب نفری که خیلی محبوبیتش به اندازه در تاجیکستان برنامه چایخانه دلکشا رو تمام عمر برده است و یک نمایشنامه با نام دواغش که خیلی عالی و به سن سال ما بود. یعنی ما دانشجو بودیم همون در همون نمایشنامه ما دانشجویانی دانشکده کشاورزی شعبه وترینر بله بایطوری هم اینجا هم از دانشکده همین کشاورزی و از دانشگاه ملی دانشجویان با هم یعنی که دوست میشوند عاشق میشوند. یک بسیار عالی بود که تمامی وادی رشت
ما تمامی وادی رشت رو یک سفری هنری را گذراندید. سفری هنری داشتیم که خیلی برای مردم تاثیرگذار بود. و بهترین کار در برابر کار و فعالیت جعفر جان با کمتر فهمیداره. بس زیاد این سبزوات هم لازم است من بگم نمودش. ولی نه خیلی خوب. کمی کم. فکر میکنم حالی همین کافی است. کافی است برای. کمی روغن لازم چون که روغنش با فکرم کمتر است معلش من اینجا روغن داریم تپا تیار. جعفر همون ما گفتیم درباره باز ایجاد کردن شعراتان گفتم که من همین متن سرودی پرچمی ننگ و نام ما بله این پرچمی ننگ و نام ما بله پاره جسم و جان ما بله اونی که با طالب جان شما این را سراییدید و اصلا طالب جان خودش تنها سرایید و یک سرودی خیلی هم دوست داشتنی ماندگار و این شاهکاری شد و عجیب بود که این آهنگ را اولین آهنگ در تاریخ پرچمداری تاجیکستان است. تا این وقت حالا نه سرودی برای پرچم بود و فکر میکنم شعر شاید که بود اما ندیده بودم. اما این نخستین آهنگ بود و نخستین آهنگ و بهترین آهنگ بله بسیار آهنگ خوب است و تا امروز همکاری شما با طالب جان ادامه دارد. ما شاهد اون بودیم که شما چند سرود یک جای خواندید با همراه طالب جان شما نگینه مقبول بودن. در برابر که ما شما رو با تابیش یعنی که تابیش عزیز این هم تحصیلمان ما اولین شعرهای زیبا اولین شاهکاری ها را با تابیش ایجاد نمودیم و به مردم عزیز و خارج از کشور تقدیم نمودیم که برای اولین بار یکی از آهنگ های ما را وزارت دفاع افغانستان میخوان بله من به نامت قسم ای وطن و اولین شاهکاری های ما با تابیش فکر میکنم که شما حتی لحنی که میسرایید بسیار مانندی هم شباهت دارد به نزدیک شما بسیار با قول مردم دلهایتون نگستم میقدر ما رو از همدیگر نمیتونستن جدا کردن. اینش جعفر خون اینش طالب خون و من همون روزهای به یاد میارم جعفر جان که همین سرود قسم تا آن در اندازه به مردم نزدیک بود که حتی در توی عروسی ها بینندگان عزیز جعفر در برابر سرود عاشقانه خانش اول میگفتن که نه جعفر جان ما میخوایم که تو هم سرود قسم را بخوانی. من خودم شاهدم بودم. آره اینا چگونه کمترش بگید. ما فکر میکنم که این نخستین سرودهای میهن پرستانه‌ای که در جشن‌های عروسی در جشن‌های ختم سور همه مردم انتظار بودن که حتما این سرودها باید خوانده شود. طالب به اون اندازه میگفت که هر جا که میرم میگفتن یا اول از سرود تا سر که با پرچم یا با پرچم خاتمه میگفت. گفت در یک دهه دوردست رفتیم در ناحیه تیمورملی بهار بود سیل می آمد اما مردم از دهه به همون سنگا و گذشته آمدن گفتن اکا جان ما آمدیم که سرودی پرچم بخونی ما شما را از نزدیک ببینیم و هم آواز شیم. گفتن سازگاه ما گفتن از دهه او روی آب گفتن ما سنگا و گذشته به احترام سرودی پرچم برای شما آمدیم. ببینید که چقدر مردم یعنی تاثیرگذاری کرد سر مردم این ترانه هایی که مثلا ما به مردم ما تقدیم نمودیم. و جعفر جان من بیشتر که به نزد شما میآیم شما در یک محیط ایجادی میبینم. شما در بین دوستانی هستید که اهل ادبند، شاعرانند، آهنگسازند، خیلی زیادند. از گاه میبینید که فرهاد عادی نشته است یارم که در بند یک وقت می اومدم پیشنهاد سلیمی خطلانی قدی دوستی داشتیم دوستان عزیز و احترام راست میگه جعفر یک خصوصیت خوبم دارد برای شما این سیره میکشم توفه کردن رو دوست میدارد. ولی من که در یاد میارم جعفر من بعضی وقت خجالت میکشم
با دکان در راه میام که تو رو ببینم ایستا من برای تو یک چیز بسیار در صحنه‌های شوخی علاءالدین اگر در تن من یک لباس دیدید یا لباس زنانه است بیشتر آنها تحفه جعفر است یا اگر رومال پیشینه قدیمه ای است که مثلا اینقدر توجه دارم اصلا میگوید که یک دل بسیار پاک دارن میگوید که در بزرگان گفتن که تحفه دادن محبت ها را زیاد میکنن از این خاطر باید به دوستاتون محبت کنید صمیمیت بس شما بسیار یک کاری خوبی انجام میدید من چند جمعه به قسمی که دارم در ایران ترانه خواندم و در نوروزی سال 2018 در من این نوروزگاه خواندم جمعه خودم بود جمعه زیبا تاقی زیبا بسیار چیزهای خلقی علاءالدین جان من این جامعه تو نمیدونی چند سال است این جامعه قریب 100 سال است لیکن با تو توفه میکنم نه خیلی لباس 4-5 جامعه چی دارم جعفر از دستی تو 5 آره آفرین 5 خوب است 6 5 خوش 5 جعفر چند تخم 3 تخم 5 ولی ببینیم یک 5 تا باشه خوب نیست بله 5 تا باشه خوبتره جعفر جان من چون میبینم که چقدر تو عاشقی صدای استاد احمد ظاهر بودی که باید بریم که باری اول شد که نشونیده بودی باید قدر محبت در دل میگم در دل من شخصا در دل من محبت رو جو کرده و در دل بسیار هم سبقان ما هم کورسان ما محبت به ایجادات احمد ظاهر خودت اصلا از شنیدنت از خواندن کسی دوست نداره هممون دوست می‌داشتیم اما شاید که من زیادتر چی می‌کردم اون وقتا یافتن صورت‌های اون کسی بسیار مشکل بود تو صورت‌های پیدا می‌کردی قاشق مرحمت قاشقم قاشق داریم آره فهمیدم اما اصلا از خوردی دوست می‌داشتم شما تصور کنید چقدر دوست داشتنی چقدر یک خوشبختی است دوست داشتن یعنی این صدا را شنیدن این یک مکتب بزرگی هست که یک استاد بزرگ احمد ظاهر برای من یک استاد بزرگی مرا تربیت نمود از خوردی از کودکی اولی باز 6 ساله بودم به فکرم که صدایی را شنیده بودم در نزدیکی خانه بیبی من امتس میگن کارخانه بود پیش از اون که فیلم بگذارن فیلم های هندی زیاد میموندن اون وقتا بسیار مردم دوست در توها بیشتر بعد اینجا در رادیوهای بزرگ بود چی میگن همون رادیوز بله رادیوز بله بالا در همون کارخانه بود این تا که مردم از جلب کنن تمام میمیدن تا وقت بود همین سرود میموندن احمد ظاهر تصور کنین مرا مای بده چامه پای بده من کودک بودم و میگفتم این کی باشه این قدر زیبا و همیشه اینا که میرفتم خانه مامان اینا میشنیدم بعد سالها گذشت وقتی صیف 6 شدم 12 ساله نخستین بار برادر بزرگم همین راجع به احمد ظاهر قصه میکردن با دوستاش اکای سید عمر قصه میکردن اینا بچهای جوان عاشق از رادیوی صدای آشنا اینا گوش میکردن افغانستان که با ما هم سرحد است تخار با ما تخار بله میروم خسته و افسرده بعد همین خیلی من اولین بار نام این بزرگمرد رو شنیدم احمد ظاهر و چقدر سرم چرخ زده بود از این نام رو شنیدن وقتی میگفتن که این سروچه شنیدید اینه در رادیو اینا میکافتن این موجب همین قدر از خوردی بعد دیگه دلباخته شده و این قدر و خوب که شما مکتب خیلی هنری استاد رو خیلی خوب دوست داشتید و انتخاب کردید در رشد شما در تربیت شما خیلی کمک رسوند و کمک خیلی زیاد رسوند که این آهنگ ها را ایجاد کردیم من مردم عزیزم تقدیم نمودم یکی از بردهای استاد احمد ظاهر اون که زبان پارسی تاجیکی را در دنیا به اندازه معرفی کرد و بسیار جایگاهی بزرگ براش داد هم که خودش زبان فارسی خیلی در جایگاهی بلند بود مثل گوگوش که میخوانده بله اما وقتی احمد ظاهر میخونه همه نوابسته از همون زبان استفاده میکنن دیگه اون حاجت به ترجمه به زبان خودشون نبود مثلا هنرمندای بزرگی ازبکستان
استاد با شیرازی جورایی با برود هم دام همه مثلا یولدوز همه اینا با زبان اصلش میخونن اونم دیگه اینا نمیتونه که چی کنه دیگر که متن پیدا کنه بله متن به زبان خودش چون که این همین طلب میکند ببینید چقدر یک بله بزرگی است و همون یک آهنگی تنها شدم تنهاش قدر معمول و مشهور در تمام اروپا و جهان گشتن آره در تمام دنیا تو کافی جعفر جان مثلا تو چی میگویی من میگم دو دانه دیگر اوکی مو در چیز خوش دو تای دیگر من خوش یکتن باز یک دیگر خب چون استاد را باید آوردی استاد مایرا میشه و ملیکه علیم بیکن سرام زوی نگینا رجب و رحمت و بینید که قدر مسابقونی مو هر یکی به یک مرتبه رسیدن جعفر جان اصلا از همین گروهی که استاد ملیکه حلیم بیکنه با سورا مظفرشاه و انتخاب نمودن از 286 نفر در مجموع قریب همه هم تحصیلای ما در ساحه هنر کار میکنن بله مثلا ببینید در ساحه سینما هنر تئاتر همه همینا مثلا خودی ملاحت حاتم جان زنیدین هم در تئاتر کار میکرد بله در بسیار در توی‌ها در مرکه‌های بزم تویی یک بیشتر از همین سرود شروع میکنی سرودی مثلا آهنگش هم میگم برای بابام برای بای بام بازار بهاری گلفشانم این آهنگ سالی 93 دیدین همون صندوقچه بود و گرفته برآوردی ها صندوقچه آره این سالی 93 بود بهاری گلفشانم یک چیزی کلیپی خوبم اومده است بله این سرود سال 1993 ایجاد کردن بهاری سال 94 همین که بهار شد اینا پخش کردن اون سالها این اولین نوید بود نویدی بهاری به روزگار و به یک زندگی آرام و آسایشته فهمیدی؟ دوستان عزیز در نزد شما یک جوانی ایستاده است که من از وقتی که میشناسم همیشه عاشق است عاشق جعفر گفتم و بسیار عاشق پاک صمیمی اصلا باید عاشق باشد آدم تا آخرین لحظه عاشق به سرزمین خود فهمیدی؟ بله به زادگاه خود من میخوام جعفر جان به پدر به دوستان و در مجموع میتوانی چنین آهنگ‌های ایجاد کرد جعفر جان عاشقی گفتی میخوام سرزمین گفتی وطن گفتی از همین ناکای فیض آباد میخوام یک پاره بشم ولی بگو که من این ناکو اگر ای فیض آباد باشه با تو سر زیاد ناچیندم یاد است بله بریم در خدی جعفر نه تنها در چیز کمکم رسون بریم با من خواهش کردن که رفته ناکای باغ بابا را چینیم و بسیار شاخه‌های ناک یک خاصیت دارن که بیشتر در بلندیان و پایه اونها زینه پایه اونها پستر و جعفر جان رفته اینقدر با دستاشون ناکاشون یک روز تا بگاه ما ناک چیندیم در خانه و میدونستم که در برات یک همیشه شیرین دیدی این شیرین و با مزه نه باور نمیکنم تو نشاشم نوکی وطن خوب این حاجیات اکولوژی تازه است خود جعفر جان عالی عالی بیشتر از میوه های خودمون استفاده کنید عزیزان چون که میوه های ما تر و تازه و مفید هستند خوش یک چند دقیقه 5 دقیقه یا چی؟ نه بفکرم شو جعفر جان خیلی خوب بله دوستان عزیز چقدر زیبا چقدر زیبا ببینید خوش بینندگانی عزیز با همراه ما باشید ما بعد از چند لحظه این یک غذای خیلی خوبی که اگر
تنها موندید میتونید در 5 دقیقه تیار کنید. این بله اینا در خانه در دایره خانه بله. به زودی میتوان تیار کرد برای دوستان برای مهمانای خیلی عزیز ده. پس شعاری برادری ما جعفر در زندگی این یک فقط تمامی بالاسط نه ایجاد کن و جستجو کن و هم قدمی زمان باش. من فکرم چون که توی قدر گفتی که یعنی که من باید ایجاد کنم، من باید همه روز میخوام همه روز خوش من یک حاضر ظرف زیبا بیار. من چهار ظرف دارم کدوم باشه جعفر انتخاب میکنم. این از شما بسته است. زیباست علمین خیلی خوب. صافی چگونه بگیریم که چی نشود. بیاید از این انا خیلی پورا خوش بینندگان عزیز، خوراک ما تیار شد. بعد از چند لحظه با همراه ما باشید میچشیم و بها میدیم که قدر در برابر رسام، آهنگساز، شاعر، مطرب، نوازنده بودنش و کمپوزیتور بودنش جعفر جان باز بسیار یک آشپزی خوب هم است. سلامت باشید، با همراه ما باشید. همون 30 سال پیش بود، همون خیلی کنه کش. اینش نمکی چگونه باشه؟ نمکش بهترین است. هیچ گل نمک کمی نمکش کن. نه خوب است جعفر. بعضی شور خورن اگر نمک کم باشد مرحمت. نمک داریم؟ مرچ کردیم. کم ترک نمکش میتونین کمتر به قول جعفر جان مرچ کمتر مرچ هم ایلوا کنید. مرچ ایلوا کنید. همین رسام که هست در برابر هنرمند بودنش بود زیبایی پرستی رو دوست می‌داره جعفر برای خوب نه باور نمی‌کنم تو نچشم. برای چی استعمال کردم هر روز از دستی چنین شخصی بسیار صاحب هنر و صاحب استعداد خوراک نمیخوریم. تنها صحتمندی و خوشروزی همجران عزیزم را آرزو دارم. سلامت باشید. بیننده هستیم باز یک بار دیگر از تو. تشکر جعفر جان و ما با تو آرزو میکنیم صحت سلامت باشی. بسیار منتظر ترانه های تو هستیم و در کارهای ایجادیت موفقیت ها کامیابی ها آرزو میکنیم و در همین فضای بسیار تینج و آسایشته وطن همه تشنه ترانه های تو ترانه های عاشقانه وطن دوستانت و به همه شما بینندگان عزیز مخلصان برنامه لذیذ با علاءالدین آبادی روزگار آرزو میکنیم، تن صحتی ها آرزو میکنیم و همیشه در لبانتان خنده باشد و مثل گل های بهاری. سلامت باشید تا برنامه های دیگر.